سلام. هر کسی، هر مسیری، هر راهی، هر اعتقادی که دارد باید پاسخگو باشه. شب اول قبل همه اینها رو همون اول کاری ازش میپرسن. خب من باید برای راه هم مسیرم اعتقادم دلیل داشته باشم. میخوام همینجا بهتون بگم که من چجوری به یقین رسیدم. من یک طلبه هستم. وقتی میبینم که چه دروغهای پشت سر طلبه ها دارن میزنن، میفهمم که مسیرم درسته. اگر از این مسیر دست بردارم به دروغ پناه بردم. من یک انقلابی هستم. وقتی میبینم این همه دروغ پشت سر بچهای انقلابی زده میشه، این همه تهمت ها داره زده میشه به بچهای انقلابی، میفهمم که مسیرم حقه. اگر از این مسیر دست بردارم به دروغ پناه بردم. من اعتقاد دارم به جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. تو میبینم 24 ساعته شبکه های مجازی، 24 ساعته شبکه های ماهواره‌ای چه دروغ های زیادی دارن بهش میزنن. پس اگر من از این اعتقاد دست بردارم به دروغ پناه بردم و پناه بردم به دروغ عذاب خداست. من یک بچه شیعه هستم. وقتی میبینم وهابی ها و وقتی میبینم بهائی‌ها، وقتی میبینم یهودی ها چه دروغایی به شیعه میبندن، میفهمم مسیرم حقه. اگر از این مسیر دست بردارم به دروغ پناه بردم. همین یک دلیل کافی است که در محضر پروردگارم به راه و مسیر و اعتقادم پاسخگو باشم. ببینم شما هم دلیلی برای اعتقادتون، مسیرتون برایتون دارید؟ حیدر حیدر اول آخر حیدر حیدر حیدر